سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی، امیدوارم که همه کسا صحت و سلامت باشید. من میخواستم که پیش از آن که موضوع را شروع کنم به شما یک نوار پیشکش میکنم بینندگان گرامی و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت خودمان. من رستم امامعلی همچون عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با درک مسئولیت به خلق تاجیکستان سوگند یاد میکنم که منفعت های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیا و قانون های جمهوری تاجیکستان عملی نموده تمام نیرو، دانش و تجربه‌ام را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تحکیم وحدت ملی و استقلالیت دولتی، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند روانه ساخته در تهیه و قبول قانون‌ها صادقانه و پاک وجدانانه اشتراک می‌نمایم. تشکر و توجهتون. ببینید هموطنان گرامی، رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی دیروز 17 اپریل سال 2020 انتخاب شد در رئیس مجلس پلات بالایی، یعنی که جای محمد سعید عبیدالله چیکار کرد؟ اشغال کرد، یعنی قبض کرد. و در این سوگندش چیکار کرد؟ امروز فردای مردم مثل پدرش گفته بود که و تمام نمیدونم شیر و دوغ مسکن سوگند یاد کرده بود و امروز فرزندش چیکار کرد؟ سوگند یاد کرد که مسئولیت خود و مردم خود چیکار میکنم؟ خدمت میکنم به ملت و وطن و مردم. و گفتنی من چی است؟ خطاب من اصلا برای مهاجرانی درمانده هستند. اصلا خودم یک مهاجری درمانده هستم و خطاب من به شما میکنم که از اینجا این جانب، از اینجا اوس، بعدی که همین نوار شما میبینید، از اینجا اوس خواهش میکنم شما نه و بلاگرها، نه و مبارزان، نه و شاعر نویسنده یگان چی قطعی دیگه مراجعت نکنید. و امروز شما باید به انمون وکیلایی که شما انتخاب کرده، شما یعنی که همون نفرها را مسئول دانسته و انتخاب کرده، پس امروز شما با اون نفرها چیکار کنید؟ مراجعت کنید. بس است دیگه نمیدونم بر جانان و مرجان و فلان و بیسمدان دیگه مراجعت کردن. من اصلا وقتی که همین نوارا را میبینم شرم میآید برای خودم که نخواه که امروز مسئولیت دیگه نفره و شما چیکار میکنید؟ به دیگه نفران مراجعت میکنید. اصلا او بلاگرها، مبارزا و شاعران و نویسنده ها و ژورنالیست ها سوگند یاد نکردن که ما امروز و فردای ملت به دوش میگیریم. به امثالی که رستم امامعلی را نوار شنیدیم که سوگند یاد کرد. و دیگر نمیخوام که صحبت طولانی کنم، باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.